ماه یک ماه والا کجا رفت آقا بالا می طرفای پاکستان و هندوستان برای تداوی یا برای چکر خب ما فراموش $2000 داده میتونه 8000 دیگه هم میتونه یا چی رقم همین پروسه پیش میره پروسه خب تو گفتی که من کدام قاضی را دیدم و تجدید نظر خب میگیرم مرتضی نظر ما یکی دوستایم خارج رفتم نمو بیا خود ما برای تو فرصت وزیر عدلیه را من میشناسم کمک نمیتونم که جلب نمیتونم سر پلیس سر جنایی سر قماندان امنیت پیغام سر این جلب مطلب میکنم تو برای تو فرصت میتونم تو طرف تجدید نظر احکامش بگی فورا پیش من بیار اوجا دوسری را از تحقیق به سارنوالا و قاضی سرش تجدید نظر شکی حکم به نفع تو فیصله شد نه حکم بعدم حق خدا کنه که من طرفدار حق هستم خدا کنه که به نفعم نباشه من تا حق خدا نظر بگیرم همین حق در حال یک رژیم آمده یک سیزن رژیم است که کسی که شناخت داره معرفت داره قوی است اونمو دیگه طرفدار حق شده روان است کسی که اندک مظلوم است واسطه داره شناخت داره او زیر پای است این چی وضعیت میخوره این رقم وطن خب بودم نه اگر تو ولی اگر وکیل مدافع قوی مدشه در ابتدا خودت تلاش میکنی سر تو 18 ماه نیم اومد یا 3 ماه یا 4 ماه علاوه از پولت هم از جانب مقابلت میگیرم یعنی چون که اون نفرها زیرک هوشیار بدن پیش دوسته گشته در تعقیب تو تاریخ خارجی از 2 سال پیش است و ما که رفتم پیش دوسیه تعقیب میگم بیار تو که او که تعقیب نمیکنه که سر تاریخ تو چرا از کار خودم اندازی تعقیب میکنی نه تو میگفتی که بیادر این دوسیه از دانش سرطان از بعد یک طرفه شد و ما گشتم پیشش دیگه ما چون می باز تو در رفت در ریاست تحقیق کجا پاس در محکمه با 3 محکمه تویش خبر هم نشده تو 3 محکمه تا مراحل شده نه نشده 3 محکمه قناعت کردن و دیگه 18 ماه چی کرده سارنوال ابتدا قناعت کرده استناف رفت از طرف مگه از طرف محکمه پس هم 18 ماه رخنت پس حکم قطعی شده این ولی برای یک رامان روی تجدید نظر که تو عریضه میکنی از طرف وکیل مدافع و خودت و اقاربت که برادر ما در این وایدای حکم محکمه 3 محکمه قناعت نداریم حالا می 3 محکمه چرا مرا نخواسته خیر خب نمیره تو برای تجدید نظر میگه بتا بزنه پیش تجدید نظر عریضه کو در حضور استر محکمه احکام حالا ما تا جای